این آستان چو باغ جنان پایدار باد چون مهتاب در فلکش بر مدار باد چون کو سرفراش در روزگار باد چون فرش بر ثبات خود امیدوار تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد دارالعلوم عالیه دارالقرار باد دارالعلوم عالیه دارالقرار باد دارالعلوم عالیه دارالقرار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والأرض وضعها للأنام صدق الله العظيم. قبلا بیان کرده بودیم که خداوند تبارک و تعالی محبت مال، ثروت و دارایی را در فطرت انسان نهاده. در علاوه بر کوشش در به دست آوردن نیازهای اصلی خود میکوشه تا ای که سطح او چیزی را که به دست میاره، یعنی سطح حاصلات عام از زراعت، صنعت و تولید، این سه چیز زیاد بکنه تا به اندازه که به عرضه کالا برسه و هرچه محبت با مال بیشتر بشه به همون اندازه آز و حرص و طمع بیشتر میشه و بی ترتیب طبقات مختلف در جامعه موجود میشه. هر کسی که زورمندتر بود، هر کسی که صاحب ثروت بیشتر بود، هر کسی که مواد تولیدی بیشتر داشت، هر کسی که زمین بیشتر داشت و او را تحت کشت بیشتر قرار داد، او صاحب ثروت بیشتر و او کسی که به این سطح نرسیده بود و نمیتونست برسه، او در طبقه پایین‌تر قرار داد. از این جهت بعضی با فکر ناقص خود و با عقل خود به خاطری که اختلاف طبقاتی را از میان بردارند، نظریه های را پیشنهاد کردند که اون نظریه ها بعد از تدوین شدن و بعد از تصنیف و تألیف شدن و در قالب کتاب گنجانده شده منبع اقتصاد یک گروه، یعنی اقتصاد یک گروه بر او استوار شد. او چیزی را که ما میتونیم بیان بکنیم اویه که نظامهای اقتصادی مروج در عالم به سه کاتگوری تقسیم میشه. نظام فئودالی و یا سرمایه‌داری که این نظام اکثرا در غرب مشاهد میباشد و به او نظام اقتصاد غربی هم گفته میشه. دیگری نظام اقتصادی مارکسیستی
و یا نظام اقتصادی کارگری که در بلوک شرق کسانی که اکثرا به طریقه کمونیستی حکومتها را اداره میکنند، نظام اقتصادی آنها هم مارکسیستی و کارگری می باشد. حزب کارگر و یکی دیگر نظام اقتصاد اسلامی است. به خاطری که به اهمیت و ارزش و حیثیت نظام اقتصاد اسلامی بتونیم پی ببریم، لازمه که ابتداعاً هر کدام از این دو نظام به اندازه که لازم می باشه تفصیل و تشریح به شما بدیم. گفته بودیم که نظام اقتصادی سرمایه‌داری و غربی در اواخر نیمه دوم قرن 18 میلادی تدوین و تصنیف و نگارش او توسط آدام اسمیت صورت گرفت که در این نظام که به خاطر از بین بردن اختلاف طبقاتی به ظاهر در میان مردم و آوردن عدل و انصاف به اعتبار اقتصاد به میان آمده و ایجاد شده، بعضی از خصوصیت ها می باشد که از او جمله یکی بود که طبیعت اصل می باشد، مدار می باشد به خاطر تشکیل شدن اجتماع و به خاطر تشکیل شدن اقتصاد. ولیکن کدام جنبه طبیعت مد نظر قرار میدن؟ آزادی را که در طبیعت میبینند که هر کس از او کسانی که با طبیعت رشد کردند و در طبیعت قرار دارند از مواد طبیعی به طور کامل میتونه استفاده بکنه و به هر نحوه میتونه استفاده بکنه. پس اجتماعیت و اقتصاد را در آزادی تابع طبیعت قرار میدن، بلکه تکون و وجود اقتصاد و همچنین اجتماع را مدیون طبیعت میدن که اگر طبیعت نمی بود اجتماعیت به وجود نمی آمد، اگر طبیعت نمی بود اقتصاد به وجود نمی آمد. و چون که جنبه آزادی طبیعت میگیرن، پس قول میکنن بی که انسان در اجتماع آزاده، حریت مطلقه داره. پس در اقتصاد هم حریت مطلقه، لحاظا کار مطلقاً آزاد و سیستم کاری مطلقاً آزاد. هر کس به هر طریق، از هر طریق و به هر طریقی که بخواهد میتونه که مال به دست بیاره، ثروت به دست بیاره و همونطوری که کار آزاد می باشد، طریقه کاری آزاد می باشد، رقابت ها هم به خاطر پیشبرد همین طریقه و تولید کالا و عرض کالا هم آزاد. به هر طریقی که میتونه این شخص اگر بخواهد برای گنجایش هست که رقابت بکنه که منجر میشه به رقابت های ناسالم که بعدا انشاءالله بیان میشه. و همین گونه اینها میگن که دولت هیچ اختیار نسبت به
تتبع امور کاری یک تاجر نداره، نمیتونه که او را از او اموری که میخواه به دست بیاره منع بکنه. یعنی به عبارت دیگه شهوترانی مطلق، لذترانی مطلق به هر گونه و به هر طریق و از هر طریقی که میتونی به دست بیار و رقابت انجام بده تا ای که تولیدات و عرضه کالا سطح او بالا بره. و همین چیز میگه بظاهر خوبه ده، هر کس ما اجازه دادیم، ما اختیار دادیم به ای که کار بکنه، آزادی در کار، مانع کسی نشدیم، ممانعت نیاوردیم. فقیر را میگیم کارهای خیلی عمده بکن، تاجر را میگیم کارهای خیلی عمده بکن. از هر طریق و هر گونه ابزار تجاری و نشر اعلانات تجاری و دیگه استفاده میکنی بگو به خاطر ترقی اموال و تکاثر در اموال. یکی خو نفس آزادی می باشد. شریعت مقدس اسلام میفرماید که کار قابل قدر، کارگر قابل ارج می باشد و آزادی در کار هم خداوند تبارک و تعالی به یک نفر ارزانی کرده. آزادی در کار همی که والارض جعلها للانام و یایی که سخر ما فی السماوات والارض، سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض و جعل لكم الارض فراشا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه. به هر طرف که میخواهی برو، آزاد هستی در اختیار کردن کار که چی کاری را پیش میگیره به خاطر نفقه. زمین همگی در اختیار داره، کوه و دشت و صحرا و خشکی و تری، زمین همگی به اختیار تو، هر کاری که انجام بده. پس آزادی در کار، آزادی در خود اختیار کاری، ای در قرآن عظیم شان آمد و به می ترتیب در قرآن عظیم شان ذکر شده که فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. در تمام روی زمین شما پخش باشید بعد از ادای نماز و از فضل خدا و از نعمت خدا بهره بگیرید و او را به دست بیارید. پس اختیار در آزادی کاری را منع نکرده شریعت مقدس اسلام، آزادی کاری را منع نکرده شریعت مقدس اسلام. کارگر هم به پیش اسلام خیلی قدر داره. الید العلیا خیر من الید السفلی، دست دهنده بهتر از دست گیرنده. و هر بخش از بخش ها، اگر زراعت، اگر صنعت، اگر تولید، به پیش شریعت همگی قابل عرض. نبی الله علیه السلام میفرماید که اگر کسی یک نهال غرس بکنه و یا ای که کشت بکنه، از سایه اون نهال، از میوه اون نهال، از غله و دانه او کشت بخواه این نفر یعنی قصد بکنه منفعت دیگران را یا قصد نکنه، چی حیوان بخوره و چی انسان، خداوند تبارک و تعالی دو اجر و مزد. یہ فضیلت نهالکاری، فضیلت زرع و زراعت و کشتکاری. نبی الله علیه السلام میں فرمائے کہ بہترین عمل یاد، بہترین چیزی که انسان میخوره همون چیزی که از کار دست خود بود. اینا همگی تشویق های، همگی ترغیب های، به خاطر ای که کارگر به پیش شریعت مقدس اسلام، برزگر به پیش شریعت مقدس اسلام خیلی ارز داره، ثواب ها به او عاید و ارزانی میشه. و همین گونه مال هم
به نزد شریعت قابل قدر. پیغمبر خدا علیه السلام مال را فضل الله دانسته، یک فضلیه که خداوند تبارک و تعالی به یک کس کرده. به وسیله این مال و این نعمت میتونه که خیلی از خیرها را به دست بیاره، هم زندگی آباد بکنه و تعمیر دنیا و هم تعمیر آخرت. و اکثرا در قرآن عظیم و شان نسبت به مال اطلاق خیر شده که انسان میبایست قصد خیر بکنه. مال خیره، مال برکت و نعمت از جانب پروردگار. ولیکن با این همه که آزادی در کار، تقدیر کارگر، ارزش خود مال این چیزا را بیان کرده، این چیز را هم میفرماید که مال در اصل مال الله میباشه، مال از جانب خدای. فما بکن من نعمت فمن الله، او چیزی که شما در دست دارید او از آن خداوند تبارک و تعالی. پس مال که به دست ما و شما امانت چند روز به دست ما، این در حقیقت مال خدای، وارث اصلی او خداوند تبارک و تعالی. چرا همگی از بین میرن، آسمان ها و زمین و او چیزی که در آسمان ها و زمین همگی از بین میرن، فقط خداوند تبارک و تعالی باقی میباشه و وارث میباشه. و همین گونه زمین هم زمین خدای. فذروها تأکل من ارض الله و فی ارض الله. شما همین شتر اذیت نکنید، شتر حضرت صالح را بگذارید که از زمین خدا، از زمین هم از آن خداوند تبارک و تعالی. مال مال الله شد و بنده ها و انسان ها عباد الله، نائب خلیفه روی زمین. پس بایی که این همه آزادی از برای او داده، ولیکن این آزادی لجام گسیختگی را نباید در بر داشته باشه، بلکه آزادی مقید به یک چوکاته که در پیرامون و در سایه او چوکات و در داخل او چوکات میبایست که انسان از آزادی کاری، از آزادی خود تصرفات و از خود کثرت و تکاثر تولید و توزیع کالا او استفاده کنه. ورنه اگر مطلق آزادی را بگیریم او خود حیوانیت میشه. پس چی فرق شد در مابین انسان و در مابین حیوان؟ حیوان هم آزاده در کار خود، در نفقه خود، در تسلط بر پایین تر از خود. و به می ترتیب حتی مسئله معاملاتی که بگذار که مسئله خود نکاحی هم، یعنی توالد و تناسل هم او آزاد می باشه. پس اگر آزادی مطلق باشه او به جز حیوانیت دیگه چیزی نیست. نظام غربی و اقتصاد غربی آزادی مطلق اقتصادی، نظام اسلامی آزادی هست لیکن در یک چوکات مشخص. با این وجود این خود تقریبا خصوصیات همه نظام باشه، نظام غربی سرمایه‌داری، لیکن نقصان‌هایی که در این نظام سرمایه‌داری هست، اولی که طبیعت را متبوع قرار داده، رئیس قرار داده و اقتصاد و اجتماع را تابع قرار داده، حالا که چنین نیست. به عبارت سطحی بگیم طبیعت ظرف کوزه، اجتماع و اقتصاد این مظروفه، مقصود مظروفه، آبی که در کوزه، خود کوزه مقصود نمیباشه. طبیعت خادمه و مخدوم همین اقتصاد و اجتماع میباشه، اجتماع مقصود میباشه، اجتماع مخدوم میباشه.
تسخیر آسمان ها و زمین به انسان همین طبیعت دیگه. طبیعت که مسخر شده به خاطر انسان، به خاطر یک اجتماع انسانی، به خاطر یک نوع انسانی، شخص انسانی باقی بمونه. پس مقصود طبیعت نمی باشه، بلکه مقصود اجتماع. و در قدم بعدی ای که انسان ما میگیم که مدنی و طبع نباشه. یعنی چه؟ یعنی در فطرت او مدنیت نهفته شده، در فطرت او مدنیت جای داده شده. پس مدنیت یک امر فطریه. از همون آنی که به دنیا میآیه و رشد و نمو میکنه، او تقاضای اجتماعیت میکنه، تقاضای علایق و روابط میکنه که همین علایق و روابط و مناسبت ها موجود میکنه اقتصادها را. پس اجتماع اصل به طبع او اقتصاد در ظرف طبیعت. اینطور نه که طبیعت بیا آموزنده باشه، از طبیعت بیا الگو و نمونه برداری باشه و هم نمونه های غلط که شخص برمیداره. و دوم مشکلی که هست اویه که منشأ به وجود آمدن نظام طبقاتی یا بگیم نظام خود فئودالی و سرمایه‌داری، منشأ اون چی بود؟ باعث چی بود؟ ای بود که نظام اختلافی در طبقات ختم کنه، دور کنه اختلاف طبقاتی. و لیکن برعکس اختلاف طبقاتی در جوامع غربی که قائل به نظام دموکراسی و نظام اقتصادی سرمایه‌داری نباشه، خیلی بیشتر از اون چیزی که پیشتر بوده افزایش شده. طوری که هرگاه کار آزاد شد، رقابت کاری آزاد شد، پس حرص همین اشخاص سرمایه‌دار این بیشتر شده میده. در ضمنی که این را هم بگم، همین نظام اقتصاد غربی هنگامی که انقلاب صنعتی به وجود آمد، این پخش شد، تدوین شد و به او وقت به مجردی که این انقلاب به وجود آمد، همین سرمایه‌دارهایی که در قالب دولت بودند، در قالب حکومت ها بودند، چرخه اقتصاد مردم و چرخه تولیدات به دست گرفتند. پس چون که حرص بیشتر شده میره، به خاطری که توزیع و همچنین تولید کالا بیشتر بشه، به این جایی که بعضی از امورات موجود میشه. یک مساوات یا بگیم همون خود آزادی تعلق میگیره و منجر میشه به بردهداری. به جایی که همگی آزاد باشن در کسب و کار، یک عده میشن مالک و رقاب مردم و عده دیگر مملوک، غلام و برده. طوری که در هندوستان هنگامی که بریتانیای کبیر بر او تسلط داشت، همین موضوع بود. همگی مردم هندوستان طور غلام و برده کار میکردند به خود کسانی که صاحبان آرگاه و بارگاه بودند. اونها چرخه تولید به دست داشتند و اینها به عنوان کارگر. کارگر چی که برده؟ بلکه در ممالک غربی همین انسان‌های سیاه‌پوست به عنوان غلام و به عنوان کارگر مفت به خود کشورهای سفیدپوست غربی می آوردن تا ای که کار بکنه. علاوه بر این که غصب و چور و چپاول اموال مردم هم به اوج خود میرسه، زیرا حرص بیشتر شد. میخواهد که مثلا تولید پنبه و صنعت نساجی و ریسندگی و بافندگی بیشتر باشه.
پس زمین های زراعت پنبه که از این شخص و از اشخاص متعدد میباشه او رو میخواد که تحت کنترل در بیاره، به هر نامه، به تزویر، به زور، به جعلکاری اسناد، به وسیله تهدید و دیگه زمین های مردم از آنها میگیرن که این امر هم در هندوستان بالکل واقع بود و به زور از مردم فقیر زمین ها و زمین میگیرن. پس غصب اموال مردم نتیجه حفظ در کثرت تولید و کثرت توزیع کالا یا پرورش نظام اقتصادی سرمایه‌داری، بردگی کارگرها و همچنین فشار بیشتر بر کارگرها. زیرا هرچه میزان تولید و عرضه کالا بیشتر باشه به همون اندازه میبایست که این کارگر بردوانند بیشتر کار بکنه و شاید به ذهن برسه که بیشتر کار بکنه بیشتر معاش و نفقه بود داده باشه، ولی که نه، چون از طرف دیگه هم یک مشکلیه. رقابت های ناسالم در میان کسانی که سرمایه دار بودن و تولید کنندگان کالا بودند به وجود آمده بود. این امر سبب میشد از برای این که کوشش بشه به این که حذف بکنه قویتر خردتر، یعنی تولید کننده های کمتر، صاحبان فابریکه بیشتر و بزرگتر بیاید او کسانی که یک فابریکه داره، یک نیمچه فابریکه داره، فابریکه دست 2 3 4 یا یک قدیمی تر داره، چون عرضه کالا در او کمتر میشه و تولید کالا کمتر و این تولید کالا بیشتر میکنه، پس بیاید با همین رقابت های ناسالم کوشش بکنه در این که او به زمین بکنه. چنانچه که امروزه در میان تاجرها همین رقابت های ناسالم موجود می باشه. کوشش به اینه که حریف خودخور هم حرفه و هم کسب خودخور به زمین بزنه تا اینکه او رشد اقتصادی بیشتره بکنه. و همین رقابت های ناسالم باعث میشه که عرضه تولید کالا بیشتر باشه. عرضه کالا، ولیکن اگر قرار باشه که هرچه تولید بالاتر میره و عرضه بیشتر میشه قیمت ها هم بالاتر بره، در این صورت شاید که منجر به تورم بشه، به این معنا که کالا به روی دست خود می شخص بمانه، روی دست تولید کننده. پس کالا را با قیمت مناسب، با همون قیمت سابق به خود بازار عرضه میکنه تا اینکه مشتری بیشتر جلب بکنه، اما به خاطر اینکه این شخص همین کار را بکنه فشار که آورده به سر جاق و بر سر کارگر مزد او را کم کرده. چرا؟ زیرا بعد از انقلاب صنعتی بیشتر گفته بودیم آرامش زندگی طبیعی بالکل به هم خورد. همگی رفتن دنبال این که اجیر بشن به یک خود فابریکه، پس کارگرها بیشتر شده. این هم سبب میشه به که مزد کارگر کمتر شده بره. مزد کارگر که کم بکنه فشار هم بیشتر، خصوصا در میان طبقات سرمایه‌دار ترفه و تلذذ و استفاده از نعمت‌ها بیشتر شده میره. یک روز گیر استفاده بکو بعداً بنداز باز دیگه بخر. این سبب میشه که فشار کاری بر این اشخاص بیشتر بشه. لذا حضرات اندیشمندان اسلامی رحمهم الله میفرمایند که غصب املاک مردم، رقابت‌های ناسالم منجر به از بین رفتن همو تولید کننده های کوچکتر و بردهداری کارگرها، فشار بر کارگرها، مزد کم کردن در کارگرها از یک جا یک نقص. از جانب دیگه امروز خب می‌بینیم که مهاجمین به کشورهای غنی طبیعی که صاحب غنامندی طبیعی میباشند، مهاجمین همین اروپایی ها هستند.
به هر کشوری که در اونجا یک منبع طبیعی را بیابند اونا فلفور حمله میکنن به اسمی و به اسمی چیز که اینجا آزادی بیان نیست و اینجا فلان شد، اینجا حقوق بشر طلب شد، لیکن مقصود اونها رسیدن به همو تولید اقتصادی بیشتر یا مولد اقتصادی بیشتر میباشه. پس نه تنها به غصب و چور و چپاول املاک مردم در داخل اینا اکتفا نمیکنن، بلکه به کشورهای دیگه هم هجوم میاره که این نتیجه آزادی اقتصادی و کار اقتصادی میباشه آزاد که از هر راهی که به دست میاری میلیون ها نفر کشته بشه لیکن به اورانیوم هلمند مثلا دست بیاری، میلیون ها نفر کشته بشه ولیکن به خود مروارید آفریقا یا ای که زمرد و از این قبیل بعضی از خود طبیعت ها و معادن آفریقا دست بیابید، این مقصود اصلیه. این چیز که به دست آمد بعدا باز منطقه را یاره و همین گونه گاهی اوقات سبب از برای تشنج میشه در میان قشر کارگر و در میان قشر سرمایه‌دار. همین انقلابی که در خود هندوستان به وجود آمد برخی از جانب مسلمان ها اگر بگم جنبه دینی داشت که نمیخوایم زیر یوغ کافر ما زندگی بکنیم. مسلمان ها هم در قیام بر علیه بریتانیای کبیر نقش عظیم ایفا کردند، ولیکن در عین حال خود هندوها هم که کافر بودند بر علیه بریتانیا اقدامات کردند و انقلاب وجود آوردند. چرا؟ خاطری که خسته شدند از همین نظام سرمایه داری و از نظام بردگی که نسبت به اونها وجود میشد و گاهی اوقات به خاطری که خشم کارگرها را فرو بشانه، همین کسایی که صاحب ثروت و صاحب فابریکه و صاحب تولید میباشه مجبوره که یا معاشها را کمک بالا بکنه و یا ای که اگر زمین کسی را غصب کرده چون از او میترسه که با کوه رفت و فلان شد و اونجا باز یک بخشی از زمینه به یک ارباب به یک قلدر چیز پس دوباره بده تا اینکه این کارگرها پس فرو بشن. پس بجایی که تعادل بیاید نظام یا اختلاف طبقاتی از بین بره در مابین قشر فئودال و قشر خود کارگر یک تشنج کامل وجود میاره که منجر باز هم به کشت و کشتارها و یا ای که توزیع بخش از زمینها از جانب سرمایه‌دار به همین اشخاص کارگر و اشخاص فقیر میباشه تا دهانشون را بند بکنه و بسته بکنه. همین موضوع و همین حالات که مارکس میبینه او هم به فکر این میشه که بیا یک عدالت در همین اجتماع به وجود بیاد. فشارهای که میبینه و مشاهده میکنه در اختلاف طبقاتی بین مردم که حقش سرمایه داره و او حاکم بر جان و مال و ناموس مردم و یکش کارگر که او از خود و از ناموس و از آبروی خود هیچ اختیار نداره و از اموال خود این فشاره که میبینه این هم به یک فکر میشه و نتیجه این فکر ایجاد نظام اقتصادی مارکسیستی و یا اشتراکی میباشه، شیوعیت اشتراکی. این هم از همین طبیعت استفاده میکنه، او هم از طبیعت استفاده میکنه، لیکن او قائل به آزادی مطلق که بالکل دولت هیچ مداخله کرده نمیتونه، کار او تامین امنیت و این کس میگه همه کار دولت، همه کار دولت. لحاظا هیچی میگه مبنای اقتصاد و اجتماع طبیعت، او هم میگه مبنای اقتصاد و اجتماع طبیعت، لیکن او در طبیعت آزادی را یافته، این در طبیعت اشتراکیت اولی را یافته، مساوات. چرا زندگی بومی های سابقه را مطالعه کرد؟
که بومی های سابقه و افراد سابقه اینها هرگاهی که قبیلوات زندگی میکردن همو عالی و بلند دست و هم چیزی را که به دست می آورد از مال و از ثروت و از خود مالداری خود و زمینداری خود بین همه افراد قبیله تقسیم میکرد. همگی به یک وضع زندگی میکردن، به یک وضع بیماند که چور و چپاول و دزدی و اختطاف و این چیزها موجود نبود. پس ما هم بیایم از آنها درس بگیریم، ما هم بیایم نظام مساوات به وجود بیاریم و همونطوری که در طبیعت تساوی به همین طریق می باشه، نظام بدوی و زندگی بدوی و قبیله‌ای در اجتماع شهری هم در اجتماع مدنی هم بیایم همین چیزا موجود بکنیم تا به اندازه بی امر مصمم هستند و بودند که میگن اگر در یک جامعه و در یک کشور اقتصاد به همین منوال رفت که هیچ اختلاف طبقاتی موجود نبود، همگی سطح زندگی آنها علی السویه بود، احتیاج به دولت هم نمی باشد. زیرا اونا میگن که به خاطر ای که همین اختلاف طبقاتی از بین بره، مردم خود در اونا حرص و طمع و این چیزها زیاده، پس باید یک کسی باشه که اونا رو مجبور بکنه به اختلاف طبقاتی از بین بردن، او دولت. لحاظا منابع تولید همگی باید به دست دولت باشه، مردم هیچ مالک تولید نباشه و منابع تولید هم به دست آنها نباشه. پس منابع تولید به دست دولت، مولد و تولید کننده هم دولت، سرپرستی کننده بر توزیع کالا هم دولت باشه. در این صورت هنگامی که دولت سرپرستی امور به عهده گرفت و اونجا میتونه که نظام خود صحیح و متعادل به وجود بیاد، زیرا دولت به همگی کس یک نواخت، لیکن چگونه یک نواخت بعدا باز معلوم میشه که یک نواختی از چگونه. پس این نظام مارکسیستیه که به ضد نظام اقتصاد غربی وجود آمده و به این طریق میخواهد که همون اختلاف طبقاتی را دور بکنه همگی. چنانچه که اول از زمینهای مردم شروع کردن، افغانستان هم نظام کمونیستی آمد، از زمینهای مردم شروع کردن که هر کسی که سرمایه داره بیشتر از چند جریب به اسم خود داشته نمیتونه، باید که همگی در میان همی کارگرها و مزرعه‌دارها و به این ترتیب خود کسانی که کارگر و کشتمند میباشند تقسیم بشه. به ظاهر خوش کرد بعضی از مردم که خوبه، خیلی نظام خوبه، همگی میگه علیه باشیم، در یک قریه آمر و مأمور نباشه، در یک قریه صاحب زمین بیشتر و نادار نباشه، همگی علیه کار بکن، دو جریب پنج جریب همیته چیز تقسیم بشه. این بهترین نظام ظاهره که عدالت نقابه برپا بکنه. ولیکن وقتی که اینا طبیعت معیار قرار میدن، اولا در همون زندگی بدوی اولی آیا دولت یا حکمروای همین کار میکردن یا ای که جنبه عطوفانه یک نفر همین کار انجام میدن؟ یعنی چه؟ یعنی به گفته ای اشخاص، به گفته نظام اقتصادی مارکسیستی، از هر کس به اندازه توانایی و به هر کس به اندازه کار میباید که سهم داده باشه، از هر کس به اندازه توانایی او کار گرفته باشه و به هر کس به اندازه کار او سهم داده باشه. و سابقا هم همینطور بوده، یکی صاحب قوت بیشتر، صاحب توان بیشتر، پس کار بیشتر، درآمد بیشتر، و یکی دیگه توانایی کمتر، صاحب قوت کمتر، پس کار کمتر و درآمد کمتر. لیکن می‌دیدیم که جنبه عطوفانه تقاضا میکرد که به این هم یک کمک یک چیز بده، به او هم بده، به او هم بده. همین درآمد خود رئیس قبیله عطوفتاً تقسیم میکنه.
از جهت همون عواطف جانبی و مهربانی که داره تقسیم میکنه. اینطور نه که قانون همین چیز باشه. پس پرورش مردم میبایست به همین طریق باشه، نه که بیا به زور به سر مردم املاک شخصی از اونا لغو، مالکیت شخصی ملغا، هر مالکیت برمیگرده به دولت. دولت مالک و زمامدار امور در هر بخش از خود امورات و تصرفات مردمی باشه. گاهی اوقات ما میگیم که اگر مساوات باشه پس چرا شما یکی به جنبه اقتصادی مساوات میگیرید؟ خود جنبه تناسلی هم در امور روسیه بیاید مساوات بگیرید. یعنی زن همونطوری که زمین ها اشتراکیه، اموال و دارایی اشتراکی طوری که اینا میگن، پس زن ها هم کی باشه؟ اشتراکی باشه. در بخش توالد و تناسل هم پس میبایست که از همین نظام خود مساوات کار گرفته باشه، اشتراکیت کار گرفته باشه. حالا که یعنی این عینو حیوانیت، همو حیوان هم این کار نکنه. پس اینطور نیه که طبیعت فقط یعنی مساوات، نه، طبیعت خود او که است. اختلاف طبقاتی در طبیعت موجوده. در جسم انسان اختلاف موجود می باشه، پنجه ها همگی با هم دیگر یکسان نمی باشه. از تو بیا بعض رقت کو که مساوات در مابین کی بیاد؟ در مابین پنجه ها بیاد. از این جهت حضرات اندیشمندان اسلامی رحمهم الله میفرمایند که با وجودی که واقعا کوشش میکنه مارکس و مارکسیستی ها به که طبقات خود مساوی را به وجود بیاره و اختلاف طبقاتی نباشه، لیکن خیلی از نقیصه ها در این امر موجوده و در این نظام موجوده. یک، در نظام اقتصاد کمونیستی همونطوری که در نظام اقتصاد غربی باز هم ثروت به دست گیه، به دست به اونجی افراد بود، به اینجا دولت مردها را هم اکثرا قشر سرمایه‌دار تشکیل میده. شما یک فقیر را نشان بدید که او بره یک مقام بالای گرفته باشه در یک دولت، نه، هر کس که سرمایه‌دار بیشتر بود همون میره به مقامات بالا میرسه. و پیشتر در اون نظام به دست افراد بود، این از افراد جمع میکنه، باز هم به دست افراد لیکن با چوکات خود دولت. اسمی را چی بگذاره؟ میگه که منابع تولید ملی باید باشه. خصوصیتی قانون و طبقه و همی نظام خود منابع تولید باید ملی باشه. حالا که ملی نیه، دولتیه، اسم زوره ملی باشه، ملی، ولیکن دولتی بر دست یک تعداد خاصه. خب بازم همون اشخاص خود هنوز بیشتر مالک رقاب مردم قرار میده. مالک رقاب چی که رازق مردم قرار میده. ما بند بکنم تولید میمونه این نفر، چون نیازهای اساسی او نمیرسه. حتی در بخش خوراک و پوشاک و مسکن هم دولت او تهیه میکنه، همین خود امورات. خب اگر انقلاب بقای باشه یا یک تهاجم بقای باشه از جانب مردم بر دولت، محض مشارک اقتصادی زنا بند کن، تولیدات بند کن، خود از اینا باز میشه. پس باز هم همین ثروت، منابع طبیعی بگیم یا تولیدی، به دست یک گروه خاص و آنها خود را مالک و رقاب یا کوئی دیگر برده و در عین حال خاموش کردن و میرانیدن استعدادهای افراد. زیرا وقتی قائل به مساوات است، همون استعدادی که در این فرد هست که همین فرد بیا یک ابتکار به وجود بیاره، به اساس سلیقه خود یک کار جدیدی به وجود بیاره، او را از جنبه ابتکار و مبتکر و مولد و تولید کننده کشانده به جنبه مصرفی. این نفرهای دیگه باید مصرفی باشه. همون چند نفره که در رأس دولته اینا مولدین،
تولید کننده ها فابریکا ها به وسیله از اینا میچله. علاوه بر این که میزان بیکاری در این کشورها خیلی بیشتره از میزان بیکاری که در کشورهای بلوک غرب. چرا؟ بخاطر که دولت همگی را نمیشه بیا استخدام بکنه، یک قشر خاص را، یک طبقه معدود را استخدام میکنه به خاطر کار. پس میزان بیکاری در افراد جامعه شرقی و کمونیستی او بیشتر میباشه و همین منجر میشه به این که در میان دولت و در میان مردم یک فاصله به وجود بیاد، زیرا او روزی دهنده و این گیرنده، او مالک و این مملوک و برده. پس یک تشنج آن اگر نمیتونه به اساس قوت تسلیحاتی انقلاب وجود بیاره، تشنج موجوده و اختلاف و نفرت در میان ملت و در مابین خود دولت موجود میباشه. همچنین همین نظام گویی که جنگ با خلقت و با طبیعت میکنه، انکار از خود طبیعت. خود ظاهرا طبیعت دیگه گرفته، سرمنشأ و الگو قرار داده، لیکن در حقیقت جنگ با طبیعت، جنگ با خلقت و فطرت. در مابین برادرها که ببینیم در یک خانواده ببینیم یکی فهمیده تره، یکی نافهمتر، یکی مستعدتره، یکی استعداد او کمتر، یکی فاقد استعداد. پس اینا میاد در یک کشور همگی را به یک چشم نظر میکنه، همگی را به یک فقط چندانه اختیار میکنه که او هم یا قوم یا قریب یا خیشه، یک کایده کس همگی بالکل خاموشی استعداد، فطرت ها کس میرانیدن و در این حال فشار بر دولت این بیشتر میشه در این نظام ها. چرا؟ بخاطری که دولت مجبور تولیدات داشته باشه، سطح تولید افزایش بده. این هم یک مشکلی به نظام های اقتصادی خود مارکسیستی، مجبور تولید بکنه و هرچی جمعیت رشد و بیشتر میشه تولید بیشتر، تولید هم دست دولت، افراد هم محدود. از به اینجی فشار کاری بر خود همین افراد بیشتر شده میره، حالا که معاش هم کمون معاش بیشتر هم کنه میباشه. و در عین حال اگر ما و شما یک توجه بیشتری بکنیم به این نظام، لازم میشه که همین دولت آخر منجر بشه به رکود اقتصادی. اما ما و شما میبینیم که کشورهای بلوک شرق یا کمونیستی او رکود اقتصادی دارد تا نسبت به کشورهای غربی. در اونجا ظاهرا بگم رشد اقتصادی از هر راه که آمد و از هر مقصده که کار گرفت، به اینجا کس رکود اقتصادی. چرا؟ تاب و توان بیشتر نمیباشه که این نفر بیا سطح خود همو اقتصاد بالاتر ببر، زیرا همو خود میزان کاری این افراد به اونا یا وقت نمیده و یا ای که طاقت و توان جسمی از اونا به اینا ایتو فرصت را مهیا نمیکنه تا ای که رشد اقتصادی وجود بیاره، که در نتیجه منجر میشه به ای که باز هم اینها هم به خاطری که یک چیز به دست بیاره حمله بکنه بر کشورهای همجوار، بر کشورهای فقیرتر. خود نمیتونه از خود تکاپو داشته باشه، از مجبوره که حمله بکنه بالی یک کشور و بالی او کشور. تقریبا یکی در اعلا درجه افراط، دیگری در نهایت درجه تفرید قرار دارد. یکی میگه ملکیت شخصی نیه هر کس به دولت، یکی میگه همگی از فرد و هیچ کاره نیه دولت. در این میان یک نظام دیگه میباشه به نام نظام اقتصاد اسلامی، دائر در مابین افراط و تفرید، نه در از افراط و نه در از تفرید. این دو طبقه با هم دیگر مقابله دارد، ولی که نظام اسلامی در وسط مابین معتدل، نه دولت او همه اختیار میده
و نه رعیت و افراد و تاجر و تولید کننده را به او اندازه درجه کی میده؟ خود آزادی میده، تا ای که نظام به هم بخوره. این مالک و رقاب باشه و او فلان باشه، او ظالم باشه و دیگری مظلوم باشه. یعنی این به اعتبار اصل نظام. او که کسی کار میکنه به طبق نظام او جدا مسئله است، لیکن اصل نظام اقتصادی اسلامی دارآمدار او اگر بگیریم بر یک مثلث فرد، اجتماع و حکومت، که در نظام اقتصاد اسلامی آزادی کاری از یک طرف، عدالت از یک طرف، کفالت اجتماعی از یک طرف، دخالت دولت از طرف دیگر، اینا همگی مد نظر در تحت قوانین منضبط که صاحب یک قانونی نظام اقتصاد اسلامی. طبق اون نظام شخص آزاده که کار بکنه، هیچ کس مانع کارو شده نمیتونه یک نفر بگه تو به اینجا کار نکن برو به اونجا کار کن، یا تو حقی کار نداری. نه، بالکل آزاد، هر کاری که میخواد بکنه به هر جایی که میخواد بکنه. طوری که آیات مبارکه را بیان کرد. ولی که این کار او باید که در رجوع عدالت مد نظر قرار داره. اینطور نشه که بیاید از راه غلط مال به دست بیاره، در راه غلط مال مصرف بکنه، خارج از چوکات شرعی بیا مال به دست بیاره، خارج از چوکات شرعی مال مصرف بکنه. عدالت باید مد نظر باشه. گران فروشی طور مثال نشه، غبن فاحش صورت نگیره بیشتر از اون اندازه که مناسب نباشه، فریبکاری نباشه و از این قبیل خیلی چیزهای دیگه. پس عدالت باید مد نظر باشه. همچنین کفالت اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام، این نظامی که هم مصلحت شخصی را مد نظر قرار داره هم مصلحت اجتماعی. باید اجتماع متضرر نشه، یه قانون کلیه، بلکه مصالح اجتماعی تقدم داره بر مصالح شخصی. یه قانون اسلامیه، اقتصاد اسلامی رو میگن. نبی الله علیه السلام میفرماید که اگر یک کسی برای تشریح حدیث به قصد ضرر رساندن به جامعه، به قصد فریب دادن مردم جامعه و مردم یک منطقه بیا پیش روی اموال تجار بره، هنوز به گمرک یا مثلا میگیم به خود مندهی نرسیده و به میدان بار نرسیده، این بیا پیش روی او بره و همه اموال ای را به گفته امروز ایجنسی بکنه، تا ای که بازار یک دست قرار بده به هر نحوه که برکن. این را شریعت مردود میدانه، شریعت این را صحیح نمیدانه. اگر بازی داد یک نفر را، پس حق داره که همون مال او را به او مسترد بکنه. پس در صورتی که به جامعه بیا ضرر رسه، احتکار، این ممنوع از جانب شریعت مقدس اسلام. درسته ای در ملک خود تصرف میکنه، هر کس میتونه در ملک خود تصرف بکنه، لیکن تصرفی که به خود یک نفر هم یک نفر دیگه هم ضرر فاحش نرسه، تصرفی که به جامعه و مجتمع ضرر نرسه. ضرر یزال لا ضرر ولا ضرر، در شریعت نه ضرر رساندن و نه جزای ضرر را به ضرر دادن به وسیله خود. از ضرر یزال ضرر میبایست که دفع بشه و از ضرر لا یکون قدیما، اگرچه که سالیان سال به همین روش بوده باشه، لیکن وقتی که این روش غلطه شریعت همون قدامت زورم از بین میره، او مدار اعتبار نمیده. یختار احوان الشرین، در صورتی که یک شر به یک نفر میرسه، لیکن به خاطر شر که به یک نفر میرسه دفع شر از خیلی مردم میشه، همون شر قلیل شریعت مدار اعتبار میداره، همون انجام باشه، لیکن دفع ضرر از اشخاص دیگه باشه. چنانچه که اگر یک دکان بسوزه میشه که همون دکان لمبانده بشه توسط شارولی یا اتفاقیه، تا ای که همین آتش سرایت نکنه به دکان‌های دیگه.
به این نفر خود ضرر رسید، لیکن به خاطر دفع ضرر از خود مجتمع. از این قبیل خیلی چیزهای دارد. پس کفالت اجتماعی، عدالت اجتماعی، مصلحت اجتماعی این خیلی برتر میباشه از مصلحت شخصی در نظام اقتصادی اسلام. لحاظ آزادی کاری هست و اهلیت تملک برای هر کس هست و عدالت باید باشه. کفالت اجتماعی در ضمن او هست که مسئله اجتماع مقدم قرار مسئله خود شخصی است و در این حال دخالت دولت برای او جایز است که بعضی از دخالت ها را بکنه. یعنی به امیر مسلمین و پادشاه اسلام شریعتی اجازه را داده که بپرسه تو این مال از کجا در آوردی، در چه راه مصرف میکنی. از راه قمار اجازه نمیده شریعت که به دست بیامال، از راه سود اجازه نمیده شریعت که به دست بیامال. چرا؟ به خاطری که هر کدام اینا ظلم به دیگری میباشه. و از راه خود رشوت، از راه غصب، از راه چور و چپاول و اختطاف اجازه نمیده شریعت که به دست بیاد. در راه اسراف و تبذیر و معصیت اجازه نمیده شریعت که او مصرف بشه و این را حرام میدانه. و به همین ترتیب دولت باز به او یک گنجایش هم داده شریعت که پس این اختلاف طبقاتی چگونه میشه؟ اختلاف طبقاتی فطری الان فطریه. اگر قرار باشه همگی سرمایه‌دار باشه، همگی به یک منوال باشه، پس این تعمیر دنیا را که بکنه. اختلاف طبقاتی امر فطری، ولیکن نظام اقتصاد اسلامی بر یک بنای، بر یک محور بنا شده و بر یک تهداب بنا شده که این محور باعث میشه که اگر به صحیح طریقه اجرا بشه و عمل کرد بشه این تو تشنجی وجود نه. اختلاف هست لیکن تشنج وجود نه. در مال تو تاجر حق هست نسبت به فقیر و مسکین، در حاصلات تو زراعتکار حق هست نسبت به همین اشخاص فقیر. از برای دولت اجازه میده به خاطری که تشنج در اختلاف طبقاتی موجود نشه از مال همی تاجر زکات بگیره، زکات اموال ظاهره، و از حاصلات زمین همی تاجر یا همی زراعتکار و صاحب زمین عشر و یا خراج بگیره. از همین کافر ذمی که در حیطه اسلامی زندگی میکنه جزیه بگیره. و به این ترتیب خود وصیتی که به بیت المال میشه یا او کسی که وارثی از برای اون میاد مال او به بیت المال برای تعلق بگیره. جهاد و مبارزه که میشه یا از او خمس گرفته بشه، اینا همگی در بیت المال مسلمین قرار داده بشه و او اشخاصی که ناتوانه کار نمیتونه بکنه یا او اشخاصی که فقیر و بی‌بضاعته به اونها داده بشه از همین بیت المال مسلمین. مال همین تاجر لیکن داده میشه به فقیر. این همون طرقیه که شریعت مقدس اسلام راههای که به دولت اجازه داده تا اینکه دخالت بکنه در امور خود اشخاص کارمند و اشخاص کارگر و خود اقتصاد، کسانی که اقتصاد رو پیش میبرند. تصرف در یعنی مال از کجا به دست آمد، تصرف چگونه میشه و دفع مفاسد باید از بین بره. دولت مکلفه که راه فساد بر خود اشخاص و بر تاجرها هم بگیره، کسی را نگذاره که به تاجرها ضربه برسانه و تاجرها را مجبور بکنه به که او به خود جامعه ضرر متوجه نکنه. این خلاصه همین نظام‌های سگانه بود که خوبیت و ارجحیت نظام اقتصاد اسلامی از فحوای کلام دانسته میشه، عملی دیگه یا درس، هر درس که باز داده میشه و انشالله همگی موضوعات به طریق بهتر بیان میکنه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.